درود خدمت دوستان. چند تا نکته در مورد لامپ LED یا SMD. خیلی از تعمیرکارانی که تخصصی در الکترونیک ندارن و فقط یاد گرفتن که چجوری اینا رو لحیم کنن، میان یکی از SMD ها که سوخته میکنن و جاش لحیم میزنن و فکر میکنن دیگه لامپ تعمیر شده. اینجوری لامپ فقط برای مدت کوتاه روشن میشه و زود میسوزه. دلیلش هم اینه اگه بخوایم اینو یک ساختمان در نظر بگیریم، هر کدام از این SMD ها یکی از ستون های این ساختمانه و وقتی شما اینو از مدار خارج کردید یعنی یکی از ستون ها را خارج کردید. زوری که این ستون تحمل میکنه میفته رو بغلی و بغلی زود میسوزه. اگه بخوایم الکترونیکی بگیم، این SMD ها هر کدوم 6 ولت میاد روش.